فصل مدرسه هاست و دایرکت من پر شده از والدین شاکی که میگن بچه هاشون درس نمیخونن، اشتیاق ندارن، تکالیفشون رو انجام نمیدن، نق میزنن، حوصله ندارن، بد اخلاقی میکنن. اوکی، بیاین یه طلسم جادویی یادتون بدم، با من همراه باشید. کناس تو این ریدینگ تمایل و توانایی کودکتون رو آشکار میکنه. یعنی این عزیز دل باعث میشه که اون چیزی که استعدادی که کودکتون درونش نهفته است رو آشکار کنه. خب ماناز اینجا نماد خود علم و دانش رو داره. خب آنسوز اون چیزی رو که مفید فایده دانش آموزتون باشه رو دانش آموز دریافت میکنه. شما نگران نباشید. وونجا کاری میکنه که کودک دلبندتون از یادگیریش لذت ببره و شادی و موفقیت رو تو مدرسه تجربه کنه. خب سولو تو این ریدینگ باعث میشه که به کودکتون کمک کنه تا نمرات عالی کسب کنه. و در آخر الگیز اینجا نقش محافظت داره. چرا میگه محافظت؟ ببینید توی اول اینکه این ریدینگ مال کودکانه. خب برای خودتونم حتما قید کنید که این ریدینگ با قدرت جادوییش به من کمک میکنه بدون اینکه هیچ آسیبی به فرزندم، به خودم یا به خانوادم برسه. خب بعد اینو روی عکسش رسم کنید. خیلی دوست ندارن انگاری روی عکس رسم کنن، چون ما باید عکس رو بسوزونیم. خب اوکی، ما اینجا به انرژی مثبت شما نیاز داریم. اگه حالت بد میشه که عکس رو بسوزونی، اشکال نداره. شما میتونی 12 بار این ریدینگ رو روی کاغذ بنویسی، با شمع و نمک شارژش کنی و بعد دونه دونه با تشکر از این ریدینگ که شما رو کمک کرده آتیشش بزنی. خب اما اونایی که میخوان روی عکس رسم کنن یک بار بیشتر نیاز نیست. عکس رو نگه دارید. زمانی که دیدید فرزندتون روز به روز داره موفق تر میشه و نتایج عالی داره کسب میکنه، از تک تک این رونیک ها تشکر کنید و عکس رو با احترام بسوزونید. و در آخر خدا صبرتون بده والدین.